رسول معظم اسلام میفرمایند هر کسی مرا در خواب دید در حقیقت مرا دیده است، زیرا شیطان جرأت و قوه ندارد که مثل من خود چه کنه. گفت مرد فقیر مرا بین خودت و قاضی گفت کفیل گذاشتی؟ گفت بله. گفت برو فلان جا رئیس مالیه هست، رئیس مالیه را از نام من سلام بگو و بعد بگو که قرض تو را ادا کنه. فقیره بیچاره گفت حبیب خدا رئیس مالیه چگونه تصدیق میکنه که تو در خواب من در آمدی؟ گفت با دو دلیل. رئیس مالیه گفت هر شب 1000 بار به من صلوات میفرسته، این یکم دلیل است. دویم دلیل گفت این شب فرستاده نتانیست، بگوش که این شب برابر شبهای گذشته است. مرد فقیر خیست رفت پیش رئیس مالیه سلام داد. گفت حبیب خدا گفت از قرض از جانب من ادا کن. گفت حبیب خدا در خواب تو در آمده است، آیا دلیل داری؟ میگه هر دو دلیل پیش کرد. از جاش خیست گفت الله اکبر، 50 درهم برآورد داد از بیت المال، 2000 دیگر میگه از جیب خودش داد. فقیر پولها را گرفته دویده نزد قاضی رفت. قاضی وقتی این فقیر دید از جاش خیست گفت الله اکبر، این شب رسول الله را در خواب دیدم. رسول الله گفت قاضی اگر دست فقیر میگیری روز قیامت من در نزد الله دستی تو را میگیرم، قرض ادا کن. گفت برآورد، میگه 50 درهم از جیبش باز میگه برآورد داد پول. هر دو در بحث و مباحثه بودن که صاحب پول خیستیده و افتیده و آمد. گفت الله اکبر، رسول الله را در خواب دیدم. رسول الله میگه این مرد بای اگر فقیر میبخشی روز قیامت زانو میزنم پیش الله تا تو را ببخشه. رسول علیه السلام حتی بعد وفاتشم در فکر نجات من و شما و جوانای عزیز. امروز قدر او را بدانیم. الله حکیم است، حکمت های زیاد داره، میدانه که کی طاقت تماشای جمال بی مثل مانندش داره، کی طاقت تماشای حبیبش داره. اگر رسول الله در این عصر و زمان حیات می داشت این چشمای من طاقت تماشاش نداشت، شاید این دل من از حرکت می ماند. لیکن پروردگارا در قیامت چشمی برای ما مهیا کن که طاقت دیدار بی مثل مانندت باشد و طاقت تماشای حبیبت باشد. پروردگارا اگرچه ما مثل اونا عمل نکردیم لیکن اونا را دوست می‌داریم. حبیبت وعده کرده است هر کسی را دوست بداره روز قیامت با همون قوم و ملت میخیزه. الها محبت خودت را و محبت حبیبت را در قلبهای ما جای بگردان.